صحبت کردیم که این اسم تخلص رو عوض کنیم، بهجت رو عوض کنیم یه اسم دیگه. و فکر کردیم چیکار کنیم، گفتیم از حافظ بگیریم، از خواجه. وضو گرفتیم و رو به قبله نشستیم و الحمد سوره خوندیم برای اوان خواجه با اون حرف معمولیش که میگن ای خواجه، ای حافظ شیرازی بر من نظر اندازی، من طالب یک فالم تو کاش بلاز، اینم گفتیم و باز کردیم. این غزل آمد که سحر چون خسرو به خاور علم در کوه ساران زد، به دست مرحمت یارم در امیدواران زد، که بیت آخرش این است که دوام عمر و مال او بخواه از لطف حق حافظ، که چرخ سکه دولت به نام شهریاران زد. معلوم شد که خواجه نام شهریار. و اون موقع در اون سن ما خیال کردیم که حافظ ما رو مسخره میکنه، هیچ تناسب نداشت که این بچه تبریزی 14 ساله رفته تهران و تخلص شهریار باشه.